تمام حرکتایی که دست بازتر از عرض سرشونه است فشار بیشتری به سر داخلی جلو بازو میاد و تمام حرکتایی که از عرض سرشونه بسته تر دستتون به سر خارجی جلو بازو فشار میاد. سابسکرایب یادتون نره و کلی نکته دیگه تو این ویدیو قراره ببینید. بریم برای ادامه ویدیو. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با تمرین جلو بازو و پشت بازو، چون من خودم تو یه روز میزنم این دوتا عضله رو، ولی قرار دوتا ویدیوش کنیم تو یوتیوب که کاملا متوجه بشید و حرکت‌های زیاده، نکته‌های زیاده، حتما با دقت ببینید. بریم فعلا سراغ جلو بازو. خب حرکت اول من حرکت لاری دستگاهه. حالا اگر دستگاهشو تو باشگاهتون نداشتید میتونید با هالتر یا دمبل رو میز لاری بزنید. توی حرکت‌های جلو بازو تمام حرکتایی که دست از بدن جلوتره به قسمت پایین جلو بازو فشار بیشتری میاره، یعنی باعث میشه اونایی که جلو بازوشون کوتاهه، یعنی بالا گیر کرده، قشنگ کش میاد تا پایین، تا آرنج. این حرکت رو من به صورت سوپر میزنم، کاملش و نیمه پایینش، و بعد از اون میرم سراغ کش جلو بازو که اونو حالا تو اسلاید بعدی میبینیم. بریم برای اجراش. به این صورته. حالا توی دستگاه تا آخرین نقطه فشار هست، ولی اگر با هالتر میزنید تا 90 درجه بیاد، یعنی دستتون و بازوتون زاویه 90 بسازه. بیشتر که میاد بالا با هالتر رو میز لاری یه خلاصی داره که فشار از رو جلو بازو برداشته میشه. این کاملش 8 تا کامل میریم و بعدش نیمه پایین، یعنی تا همین حد. این اوج فشار رو میاره به قسمت پایین جلو بازو. دو سر بازویی جفتشون پایینشون کاملا درگیر میشه. بریم سراغ کش هم بهتون نشون بدم چجوری باید اجرا بشه. خب میریم سراغ جلو بازو با کش که ما به دو صورت میتونیم اجراش کنیم. یه دونه برای پایین جلو بازو، یه دونه هم برای قسمت بالای جلو بازو پیکش. اونایی که قسمت پایین جلو بازوشون کوتاهه میتونن کشو کوتاه کنن و فقط نیمه پایین رو بزنن تون 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 که فشار ایزومتریک باشه و یه حالت پمپ داشته باشه. حالا افرادی که پیک جلو بازوشون ضعیفه میتونن این کشو بلندترش کنن و برای قسمت بالا بزنن، یعنی نیمه بالا رو بزنن و کامل پایین نیان. تهش هم یه مکس داشته باشید فوق‌العاده میشه. این حرکت با تموم حرکت‌های جلو بازو من به صورت تریست اجرا میشه. به شما هم پیشنهاد میدم حتما اینو تستش کنید، چون فشار وزنه، فشار هالتر، فشار سیمکش کلا با کش فرق داره. این فشار ایزومتریک یه تغییر خفن ایجاد میکنه تو تمامی عضلات، میتونید ازش استفاده کنید. خب حرکت بعدی حرکت جلو بازو اوورکراس از پایینه که به صورت M2 ضرب در 8 اجرا میشه. یه دونه چپ، یه دونه راست، یه دونه جفت. این میشه 1 تا بشه 8. این برای افرادیه که دست چپ و راستشون تقارن نداره و من همیشه تو برنامه‌ام این سیستم تمرینی رو دارم که تقارن رو همیشه ایجاد کنم بین عضلام. به این صورت اجرا میشه: یه چپ، یه راست، یه جفت. و دقت کرده باشید من از سیمکش اومدم یه قدم جلوتر و دستم عقب‌تر از بدنم قرار میگیره. تمام حرکتایی که دست از بدن عقب‌تره بیشتر به پیک جلو بازو فشار میاره. اینو مد نظرتون داشته باشید. این به این صورت اجرا میشه و یه حرکت سوپر با این داریم به غیر از اون کشه. بریم سوپرش هم اجرا کنیم. خب حرکتی که با حرکت قبلی سوپر شده، حرکت جلو بازو هالتر چکشیه. حالا نکتهشو میگم چرا این حرکت با حرکت قبلی سوپر شده. به این صورت اجرا میشه. حالا بچه‌ای که تو باشگاهشون این هالتر رو ندارن میتونن جلو بازو دمبل مچ چکشی بزنن یا همون مچ صاف. حالا بریم برای نکتهش. تو حرکت قبلی دستمون رو دقت کرده باشید باز بود، بازتر از عرض سرشونه.
تمام حرکتایی که دست بازتر از عرض سرشون است فشار بیشتری به سر داخلی جلو بازو میاد و تمام حرکتایی که از عرض سرشونه بسته تر دستتون به سر خارجی جلو بازو فشار میاد. سابسکرایب یادتون نره و کلی نکته دیگه تو این ویدیو قراره ببینید. بریم برای ادامه ویدیو. خب حرکت بعدی حرکت جلو بازو با دستگاه اسمیت و خوراک پیک جلو بازوه. دلیلش چیه؟ به خاطر شرایطی که اسمیت داره نمیشه دستو تاب داد. مجبور میشی دستو بکشی عقب برای اینکه بیاد بالا. همین عقب کشیدنه باعث میشه پیک جلو بازو درگیر بشه. حالا ما حرکتی که میخوایم انجام بدیم این وسط چیه؟ اینکه هم دست بازشو بزنیم قسمت داخلی درگیر شه، هم دست جمعشو که قسمت خارجی درگیر شه. یعنی یه حرکت آس برای کسایی که میخوان پیک جلو بازوشون کامل بشه. بریم برای اجراش. دست بازتر از عرض سرشونه. نکنید من نمیتونم تاپ بدم، مجبورم که اینو دستمو بکشم عقب و وقتی خودتون اجرا کنید کاملا براتون مشخص میشه که پیک جلو بازوتون درگیره. و دست جمعش هم بریم. دست جمعش هم قشنگ فشار میفته به خارج جلو بازو. اونم دوباره مجبوریم دستو بکشیم سمت عقب. اینو من 4 ست 10 تکراره میزنم. 10 تا دست باز، 10 تا دست جمع. این میشه یه ست و سوپرشون یعنی تریستشون کشه. این یه ست میشه و 4 ست این اجرا میشه و اون موقع است که دم جلو بازو رو تازه میبینید. خب حرکت آخر جلو بازو یه خورده سنگینه. بریم طی انجامش بهتون بگم. حرکت اول جلو بازو دمبل ترکیبی با مچک و شیشه، سینه تکه به میز بالا سینه، سوپرش نیمه پایینشه و بعد از اینم دوباره سوپر داره. بریم بر اجراش. به این صورت اجرا میشه. مچ معمولی میاییم بالا، مچکشی میریم پایین. 8 تکرار این و بعد از اون نیمه پایین فقط معمولی. دست جلوتر از بدنه، به قسمت پایین جلو بازو بیشتر فشار میاد و همین دوباره سوپر داره. بریم برای اجرای سوپرش. خب سوپر حرکت قبلی همون حرکته ولی این دفعه کمر رو تکیه میدیم که دست عقب‌تر از بدن باشه، پیک جلو بازو درگیر باشه. مچ معمولی میاییم بالا، مچکشی میریم پایین. اینو 8 تکرار و سوپر این نیمه بالاه که پیک جلو بازو رو کامل درگیر میکنه. 8 تکرار هم این و کاملا جلو بازو هم سر خارجیش هم سر داخلیش هم قسمت پایینیش هم قسمت بالاییش درگیر شده و یه پمپ خیلی خوب به جلو بازوتون میده. خب بریم سراغ حرکت مچ و ساعد. حالا ما تو باشگاه دستگاهشو داریم. اگر شما تو باشگاه دستگاهشو ندارید میتونید با دمبل یا هالتر بزنید. بریم سراغ اجراش. تو اجرای ساعد یا مچ این 60 باید پشت میله باشه، چون وقتی بالاش میذارید یکی از تاندونا کار نمیکنه و تقویت نمیشه. به این صورت و سعی کنید دست کامل باز بشه تا پایین بعد جمع بشه. و سوپرش هم برعکسش رو میزنیم. تو برعکسش 60 بالاه، زیرش نندازید آسیب میبینید. اینم به این صورت اجرا میشه. من خودم معمولا میزنم تا ناتوانی، یعنی 4 ست تا ناتوانی میزنم تا جایی که بسوزه دیگه بیشتر از اون نتونم بزنم و به شما پیشنهاد میدم که 4 ست تا ناتوانی بزنید. خب یه جنبندی کلی داشته باشیم. نکته‌ای که خودتون میتونید تا باش حرکت‌ها رو برای خودتون بچینید. خب پس چی شد؟ تمام حرکتایی که دست از بدن بازتره به قسمت داخلی جلو بازو فشار میاره، دست جمع‌تر از بدن قسمت خارجی، دست جلوتر از بدن قسمت پایین بیشتر درگیره، دست عقب‌تر از بدن قسمت بالایی
و یه نکته دیگه، حرکتایی که نیمه پایین اجرا میشه بیشتر قسمت پایین رو درگیر میکنه، حرکتایی که نیمه بالا اجرا میشه قسمت بالایی. با همین چند تا نکته ساده خودتون میتونید ببینید ضعف جلو بازوتون کجاست و حرکت‌ها رو برای خودتون بچینید. حالا با سیستم تمرینی‌های مختلف، ایزو 312، MD2 ضرب در 8، M2، RP6، خیلی چیزهای دیگه. و میتونید بدون اینکه نیاز به مربی داشته باشید روز جلو بازوتون رو خودتون به خودتون برنامه بدید.